سلام عشقای داداش، حالتون چطوره؟ من ممرو هستم و خیلی خوش اومدین به این ویدیو. بچه ها تقریبا 1-2 هفته است که من ویدیو نذاشتم. دلیلشم ناامیدی و اینکه تو فکرم بود که حمایت نمیشم چون دیوایسم ضعیفه و کیفیت کار پایینه. ولی خب با امید دادن شما عزیزان دل، اونایی که برام کامنت گذاشتن و بهم روحیه دادن که برگرد و اینا تو میتونی و اینا، دمتون گرم. من واقعا با امید گرفتن از اونایی که برام کامنت گذاشتن و گفتم برگرد، من برگشتم. دمتون گرم. امروز بالاخره ویدیو گذاشتم. و اینکه ویدیو درباره چه؟ ویدیو درباره اتچمنت این DL است. DL بچه‌ها، درباره این DL بچه‌ها، اتچمنت این DL، هم اتچمنتش هم پرکاش. خلاصه بچه‌ها من برگشتم بعد از یه مدت. امیدوارم که حمایت بشه از من و دوباره ناامید نشم که بخوام فعالیت نکنم و اینا. چون بچه‌ها دیوایس هم ضعیفه دیگه. اونایی که دیوایس ضعیف دارن میفهمن من چی میگم. واقعا اونم ریکورد گرفتن. وقتی که ریکورد میگیری کلا گوشی لگ میزنه. واقعا گیم پلی گرفتن خیلی سخته بچه‌ها. همین گیم پلی ضعیفی که شما الان دارید میبینید و بچه‌ها، من چند مچ ریکورد گرفتم تا تونستم اینو بگیرم. یعنی چند مچ رفتم هی دیدم لگ دارم، باز دوباره لفت دادم، یه مچ دیگه استارت کردم. خلاصه با هزار بدبختی من گیم پلی میگیرم. امیدوارم که حمایت بشه، بعد ناامید نشم دوباره. دمتون گرم، دم اونایی که حمایت میکنن گرم. عشق منید. اگه هنوز چنل رو ساب نکردین ساب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت خوشگلم واسه ممرا بذارید. دمتون گرم. تا آخر ویدیو ببینید. اتچمنت و پرک های این DL هم آخر ویدیو گذاشتم. یکم دیگه به آخر ویدیو میرسیم. خلاصه تا آخر ویدیو وایسین. دمتون گرم. خب بچه ها، بریم سراغ اتچمنت و پرک های این DL. بچه ها اتچمنتش واقعا خوبه دیگه. من چند تا DL تست کردم، واقعا این بهترین اتچمنتش بود. خب بچه ها این اتچمنت بردارید. فقط این که بچه ها برای سرش خفه کن نذارید. یعنی اینو نذارید بچه ها، نگاه کنید، اینو نذارید، اینو بذارید. آره خفه کن نذارید چون اتچمنتش بد میشه. بریم برای پرکاش بچه ها. این پرکاشه. این پرکایی که میگم حتما بچینید که اتچمنتتون سریع باشه، یعنی اسنایپتون سریع باشه و وانشاتش هم خوب باشه. این پرکایی که میگم بچینید. یه اسالت نایف خوشگل هم بذارید کنارش. حالا اگه ندارید پیشنهاد میکنم اینو بذارید، این نایف معمولی رو بذارید یا کاتانا رو بذارید، هر کدوم دوست داشتید دیگه. راستی بچه ها اگه این اسالت نایف رو ندارید یا میخواید که آموزشش رو بذارم، داخل کامنت ها بگید. دمتون گرم. خدا حافظ.